بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز آغاز میکنیم. باشین که اول ما یک برنامه اکسسه برای شما باز کنم. امروز ما بالای کار عملی در نرم افزار یا سافتویر اکسس کار میکنیم. بخیر دیگه قبلا یک معرفی بسیار مختصر داشتیم، درست است؟ دیگه امروز را کمک واضح‌تر برای شما تشریح میکنم. انشالله در لابلای درس اگر سوال خلق شد یا سوال داشتین دست خدا بلند کنین یا مستقیم مایک خدا باز کنین، دیگه میتونین با سوال خدا پرسان کنین، درست است؟ خب صفحه ما به همگی معلوم میشه و صدای ما درست است؟ بله استاد جان، بله کامل میاد، تصویر هم داریم درست. خب دوستای عزیز، این صفحه وقتی که شما بالای برنامه MS Access کلیک میکنین در نخست اینی صفحه بر شما باز میشه، درست است؟ که در اینجا در شروع در بالا شما میتونین دیده که تمام چی میشه به زبان فارسی، تمام امو تمپلیت ها یا امو چیزایی که قبل از قبل طراحی شده به خاطر از اینکه کار شما ساده تر شوه در اینجا موجود است، درست است؟ شما نظر به از اون میبینید که کدامش به درد شما میخوره او رو انتخاب میکنید و در پایین هم امو برنامه هایی که قبلا شما کار کردین یا دیتابیس هایی که قبلا شما ساختین تمامش در اینجا لیست میشه و از این طریق شما میتونید این فیوریت هم کنین که یعنی بر شما بسیار ساده شوه و در پولی از ریسنت به نام فیوریتس نوشته است. از اینجا باز شما میتونین این چی کنین پیدا کنین. خب در نخست اینجا به نام بلانک دیتابیس بالای ازی کلیک میکنیم، چونی که ما میخوایم که از تهداب یا از مکمل استرکچر خود موجود کنیم، درست است؟ با دیتابیس خود یک نام میتیم، فرضاً یک نام، یک دیتابیس چی مثلا ما شما جور میکنیم، یک دیتابیس یک دکان، درست است؟ دیتابیس یک دکان بخوایم جور کنیم نشته میکنیم که یا شاپ دیتابیس، درست؟ و ایره ما در قبلا یک دیتابیس دیگه هم جور کرده بودیم، حالا متوجه شدم. خب خیر، مشکل نداره. و از اونجا میتونین امو جای که شما فایلتان ذخیره شوه او را انتخاب کنین. خب در نخست وقتی که شما دیتابیس تانه یا امو اسم و چیزایش وارد میکنین و بعد از اون انتر میزنین به قسم یک صفحه بر شما باز میشه، درست است؟ که این عموما این صفحه امروز این صفحه شما آشنا هستین، یعنی در اکسل هم تو یک صفحه با شما دیده بودین، درست است؟ یا مثل از اونمو از خود اکسل شما چی میگفتین که اینا را ستون و این خطای افقی را به نام رو یاد میکنین، درست است؟ اما در اینجا ما ای را به نام فیلد یاد میکنیم و این رو را به نام ریکارد، درست است؟ یعنی یک ریکارد. خب در اول چیزی که ما شما نیاز داریم دوستان جدول می باشه. سیس در عموم هر دیتابیس که شما میخواین دیزاین کنین اول پیش خود چی میکنین؟ یک جدول از او را جور میکنین. یعنی به خاطر ساختن یک نرم افزار یا یک دیتابیس شما به چند جدول نیاز دارین، سیسته که جدول هم عموما از روی چی جور میشد؟ از روی اونمو انتیتی هایی که شما یا موجودیت هایی که شما در امو دیتابیستان در نظر داشتین. صحیح است؟ مثلا ما به دکان خود که قرار است دیتابیس شما جور کنین عموما به چی نیاز داریم؟ مثلا یک جدول میتونیم که به مشتری های خود جور کنیم، صحیح؟ یک جدول دیگه میتونیم مثلا به آردرای از اونا جور کنیم، صحیح؟ چیزایی که اونا سفارش میتن یا بس به سفارشات مشتری های خود.
دیگه یک جدول دیگه میتونیم جور کنیم به حساب مثلا اجناسی که ما در دکان داریم صحیح است. مثلا مثل از اینمی دیگه هر چقدر جدولی که نیاز باشه ما شما چی میکنیم جدول جور کرده میریم. خب در عموم اینجا اکسس خودش عموما یک جدول قبل برای شما جور کرده میمونه دیگه، یک کمک کار آسان کرده. خب ما این را پاک میکنیم. ما میخوایم که دوباره خودمون یک جدول دیگه جور کنیم. درست است. در اول چی میکنیم؟ در بالا در بخش کرییت میریم. درست، در بخش کرییت میریم چی میگیم ما میخوایم یک تیبل دیزاین کنیم. در کجا رفتیم؟ بالای صفحه در کرییت، بعدن چی را انتخاب کردیم؟ تیبل. درست، تیبل که انتخاب کردیم اینجا برای ما شما تیبل باز شد و در قسمت ما مثلا در تیبل خود چی را میخوایم اضافه کنیم. خب اضافه کردن در روی تیبل همو دیتا و چیزی که میباشه او از دو طریق میشه. درست است. یکی خب شما در اینجا خودتان که دبل تپ کنین بالای یک همو اسم و خودش اتومات قابل ادیت میشه و شما میتونین ادیت کنین. مثلا من در اینجا نشته میکنم فرزن گفتیم بخاطر مشتری ها. درست است. مثلا کستومر آیدی سیز کستومر آیدی این را قسم کردیم. درست است. اینال اگر ما شما بخوایم که چی کنیم خب یک طریقش خویی بود. درست است. طریق یک دونه دیگر رو ما اینجا اضافه میکنم بخاطر که ما دیتا تایپش بفهمیم. پیش از که دیتا تایپ شما در اینجا ببینین میره یک صفحه دیگه یک تشریح با شما اینجا گرفتیم او را نشان بتون. صبر کنین دوستان. یک access خب صفحه پاورپوینت با شما معلوم میشه؟ بله استاد. خب درست است. در اینجا در انواع دیتا ما در درس قبلی را هم خوانده بودیم. درست است. اینجا بازم یک دفعه برای شما خلاص تشریح میکنم دیگه. اینا را باز خودتان پیش خود بخونین و هر کدامش که سوال بود انشالله ما در خدمت. خب انواع دیتا تایپ که ما داریم یعنی عموما برای ما شما این صلاحیت میته و این سهولت میته که امی دیتای که ما شما انتر میکنیم به دلخواه ما باشه. یعنی چی؟ درست است. یعنی اگر تمام از یک نوع دیتا تایپ می داشت برای ما مشکلی میشه. در بعضی جایا ما فرضاً به دیتا تایپ چیز نیاز داریم، بولیان نیاز داریم. درست است. یا در بعضی جایا به خاطر آیدی نمبر ما به چی نیاز داریم؟ فرضاً به اوتو نمبر نیاز داریم که خودش بر ما چی کنه؟ کلکولیت کنه و خودش بر ما آیدی تولید کرده بره. دیگه نیاز نباشه که به هر کستومر و به هر نفر خود ما چی کنیم؟ آیدی جداگانه نشته کنیم. و همینطور مثلا در بعضی جایا بر ما نمبر باشه و در بعضی جایا شارت تکست، لانگ تکست، این چیزا. خب در شروع شارت تکست چی است؟ شارت تکست میگه به خاطر چی استفاده میشه که اونمو کامبینیشن یا ترکیب از نمبر و حروف است. درسته؟ در شارت تکست شما هم نمبر رو نشته کردن میتونین و هم حروف که ایره شارت تکست از 1 تا به 255 کاراکتر چی میکنه؟ گرفته میتونه. درست؟ سایز ازی است. سایزش تا چقدر؟ تا 255 کاراکتر است. و این شارت تکست بود. لانگ تکستش امی چیز است، یعنی امی یک ویژگی را داره، فقط در سایز فرق میکنه. در سایز ازی ای تا به 63999 کاراکتر چی میکنه؟ میتونه که شما با استفاده از لانگ تکست
شما اضافه کنین یا نوشته کنین. درست است که هم نمبر و هم حرف هر دوش میتونین نوشته کنین. اما نمبر که است در قسمت نمبر کسی نمبر فقط چیز گرفته میتونه، فقط اعداد گرفته میتونه بس خلاص. درست؟ و بعد از اون دیتا تایم است که اینمی تاریخ و ساعت است. سیز که سایزها و چیزهای ازی باز قدر زیاد مهم نیست برتان به فعلا، اما در ادوانس باز اینا را باید شما در نظر بگیرین که 8 بایت است و چه قسم است و چی استفاده میشه در کجا. سیز دیگه دیت آف تایم است و بعد از اون کرنسی است. ما بعضی جاها مثلا نال باز استفاده خود استفاده کردیم که در بعضی جاها چی میکنیم، مثلا پول یک جنس خود نشته میکنیم دیگه، در اونجا باز ما چی میکنیم، میره مشخص میکنیم که چی باشه، کرنسی از چی باشه. درست است؟ و ایرام عموما نمبر است. سیز دیگه بعد از او گفتیم اوتو نمبر است که ایرا در عموما در چی استفاده میشه، در آیدی ها. مثلا یگان جای آیدی است یا یگان جای فرزن شما در دکانتان نمبر میز می داشته باشین، مثل از اینمی بعضی چیزای دیگه، یا یگان سریال نمبر شما خودتان میخواین جور کنین، این اوتو نمبر در چیزا بر شما کمک میکنه که نمبرها رو نظر به سیستمتان چگونه خودش جور کرده بره. درست است؟ دیگه بعد از اون یس و نوس سیز که مثلا در بعضی چیزا ای عموما ایرا چی میگن، ایرا بولیان میگن. سیز BOOLEAN بولیان میگن که ای عموما یا یس و نو یا ترو فالس، صحیح و غلط، بله و نخیر و گل و روشن، یعنی این چیزا استفاده میشه کرد. کدامش بود در جای خود. مثلا بعض مشتری های شما از پیش شما قرض برده و داخل شما مثلا داخل لستتان یا داخل مسلب چی میکنین که این نفر پولش نقد گرفته شده یا قرض. سیس یا مثلا داخل یک جای چک میمونین که آیا پول از این نفر گرفته شده یا پول مشتری رسید شده است یا نه. سیس با شما رسید و غلط فقط جای چک میمونین. درست است؟ مثل از این دیگه انواع دیتا تایپ خیلی زیاد است. خب انواع دیتا تایپ زیاد است و همینطور سایه کاریشان هم در جایی که ما میخوایم میره استفاده کنیم این همچنان زیاد است. دیگه ما مثلا یگان فایل و چیزا رو میخوایم در اینجا علاوه کنیم، از چی استفاده میکنیم؟ از اتچمنت. سیز که در اینجا برای ما کمک میکنه که می فایل ها و چیزا رو، عکس فایل اینا رو چی کنیم؟ اضافه کنیم. دیگه بعد از اویلی آبجکتس از سیز که ایرام مثل صدا و ویدیو و عکس و چیزا رو چی میکنه؟ برای ما کمک میکنه که ذخیره کنیم. اما خوبی از این چی است که این حجم زیاد هم سپورت میکنه. سیز و بعد از او دیگه هایپرلینک است. هایپرلینکش شما عموما کلتان شاید بشناسین که بیشتر هایپرلینک چی میکنه؟ همین لینک و چیزا رو توسط از این ما میتونیم ذخیره کنیم. دیگه لوکاپ ویزارد است و کلکولیتید است. سیز این کلکولیتید و لوکاپ ویزارد اینا را باز در بین چیز کار میکنیم که قدر ما سر کار امراش نداریم. سیز این خب این آخریش که از کلکولیتید عموما از مو اکسپریشن ها استفاده میشه که مثلا مثل چیز وری، مثل اکسل وری خود ما فرمول مندازیم وقتی که امی تیبل خود جور کردیم. حالا براتون عملی هم نشان میدم. درست است؟ تیبل جور میکنیم خودمو برازی مثل اکسل وری فول برازی یک فرمول مندازیم که یعنی اینقدر نفر جنس خرید. درست است؟ چای گرفت یا چای خورد یا چیز دیگه و فی دانه از این اینقدر است و این خودش چی میکنه؟ اتومات را محاسبه میکنه. خب دوباره میریم بالای برنامه اکسس خود. برنامه اکسس انشالله تمام تون دیده بتانین. خب در اینجا اینا رو انتخاب میکنیم. فرضاً اول
نوعیت چه مثلا میگیم شورت تکست باشه، درست است دیگه. چی میخوایم مثلا میگیم نیم باشه، درست است دیگه. ببخشید دیگه یک ایره بخاطر از این چیز اتومات قبول نمیکنه که در بعض جایا نیم یا بعض چیزهای دیگه که هست در بین دجیجان کار عملیتان بازم ریزی زیاد برمیخوره، درست است که ایرور میته میگه که اینا از طرف خود برنامه، از طرف زبان برنامه اینا به حساب پری دیفاین شدگی است یا پیش از پیش اینا تعریف شدگی است. شما نمیتونید نامزیر امرای از او یکسان بگیرید، درست است. باز به او خاطر ما یگان چیز دیگر را بر از این اضافه میکنیم. مثلا میگیم که کستومر نیم سیز دیگه شام فرزند ایرام شورت تکست میگیریم و ایره چی میبونیم کستومر نیم کستومر ایج، درست است. یا دیگه کستومر شبیه پاک میکنیم، درست است دیگه. از این طریق ما شما میتونیم و همچنان در آخر صفحه دی اگر متوجه باشین در اینجا، درست است دیگه کنج صفحه بالای ساعت و تاریخ که است در اینجا دیزاین ویو نشته است، درست است. بالایش که تو چیزا ببرین ماوسه بر شما نشان میده. در دیزاین ویو وقتی که بزنین، خب ببخشید اینجا تیبل ما شما اسم نداره. خب در شروع مثلا یک اسم میره میتیم کستومر چی؟ کستومر تیبل، درست است. کستومر تیبل زدیم اینجا، در اینجا برای ما شما میکشه. یعنی از این طریق ما شما چی میتونیم که همین فیلد خدا بسازیم. مثلا ایج بود دیگه میگه مثلا فرزن برای ما چی بخاطر مارکتینگ فرست ویزیت، درست. فرست ویزیت برای از این چی استفاده میکنیم. مثلا تاریخ اولین دفعه که یک مشتری در کافی شاپ ما میاد یا در رستوران ما میاد یا در دکان ما میاد، بخاطر از اون ما چی میکنیم برای از یک تاریخ مندازیم که این در سیستم ما موجود باشه و بعدا ما بتونیم توسط از این تاریخ مشتری خدا یا این کستومر خدا سرپرایز کنیم که می چی میشه این خود از یک نوع مارکتینگ است، درست است دیگه. فرضاً نیرا مندازیم میره چی میکنیم دیت اند تایم میکنیم دیگه. شد دیگه مثلا مندازیم آدرس سیز میگم امیجی ایگانش دفعال است. خب دیگه آدرس انداختیم مثلا نیره ایرام شورت تکست میگیریم، مهم نیست. و در آخر ایجا که است ایجا دیسکریپشن از شما میتونین بخاطر واضح ساختن چیزی که نشته کردین و کسی دیگه میخواین بفهمه در اینجا میتونین یک دیسکریپشن نشته کنین. مثلا بعضی اوقات همین چیزی که ما نشته کردین در اینجا، درست است، یک ذره مشکل از کسی دیگه مفهوم از زیر بگیره، صحیح است. به این خاطر شما در اینجا میتونین یک دیسکریپشن یا توضیحات هم نشته کنین. مثلا میگیم که first time customer visited my coffee shop. Says first time customer visited my coffee shop. بعد از یک تاریخ میندازیم. خب دیگه مثل از اینمی بعضی چیزای دیگر هم ما شما میندازیم. فرضاً اینجا نشته میکنیم که رگولر یا اینجا فرضاً نشته میکنیم که رگولر یعنی که این مشتری دائمی ماست یا نه. بخاطر اگه مشتری دائمی باشه ما برای چی میکنیم یگان پیشکش ها یا یگان تخفیف ها رو در نظر میگیریم. به خاطر فرضاً اینجا از چی استفاده میکنیم؟ از yes no، درست. در اینجا باز یک خوبی دیگه اکسس چی است که در آخر صفحه در فیلد پراپرتیز در آخر که برین، درست، در اینجا شما اینا را مثلا میتونین که دوباره تصحیح هم کنین. مثلا turn off میشه، مثلا true false میشه، سیس مثل از این
یعنی هر چیزی که خودتان بخواین. ما اگر true false هم بانین خب امی yes و no درست است. صحیح. دیگه اینجا شما میتونین کپشن هم دیگه اضافه کنین. شما میتونین که خودتان چیز پرتین یک چی میگش که یک مقدار که مثلا اگر بعض اوقات نشته نشه خود از این بای دیفالت یک چیز بگیره، یک ولیو را بگیره، یک مبلغ یا یک مقدار بگیره. صحیح. دیگه مثل از اینمی اینجا دیگه بخشای دیگه هم داره که ای چی میکنه شما ای را هر چقدر که بخواین که کستومایز کنین ای در اکسس بر شما اجازه میتن. صحیح. دیگه مثلا چی پرت مقدار در ذهن من نمیاد ای. خب اینجا دوباره میم do you want to save yes I want to save. خب اینه اینال دی چی جور میکنیم می باید اوتو نمبر میبید نمبر فیلد اوتو یک اوتو نمبر از درست است و از اوتو نمبر شما یک کار دیگه کردن میتونین در بالای صفحه در قسمت شما چی میکنین پرایمری کی را در اینجا یا کلید اصلی رو در اینجا شما انتخاب کردن میتونین. صحیح است. درست ازی ایره اگه ما دوباره غیر فالو بسازم از اینجا دور میشه. صحیح. اما ایره که ما میزنم ای چی میشه ای پرایمری کی میشه. درست است. یا کلید خاص ما میشه که ما باز ازی در هر جای میتونیم استفاده کنیم. صحیح. خب اینال نشته میکنیم صفحه خب اینجا مثلا نام نشته میکنیم. اول نام خودم با معذرت دیگه دوستا تلفن مثلا سن 27 first time visit مثلا از روی تاریخ ما میخوایم میره انتخاب کنم که در تاریخ اول می. درست است. دیگه آدرس ما فرزن مزار شریف. سیز دیگه ما یک مشتری ریگولر هستم. بله به قسمت اینجا یک چیز دیگه هم اضافه میکنیم. ما شما مثلا اگر از چیز استفاده کنیم از اینجا میندازیم نوت. سیز که اگر کدام اینجا شما میتونین به جای شارت تکس از لانگ تکس هم استفاده کنین. سیز اینجا باز از شما پرسان میکنه که میخواین تیبلتان رو سیف کنین یا نمیگیم بله ها. خب در قسمت دیگه چیز اضافه نمیکنیم. در بخش دوم مثلا سهیل است. سهیل فیضی. سیز اگر اشتباه نکنم 27-26 تاریخم برزن این دیتا رو بخاطر میندازم که حالا بعد از تیبل فارم جور میکنیم باز دو برای ما همکاری کنه. سهیل جان آدرس هرات شریف است. آسا جان ما 21 ساله هم 26 ساله نیا. آها معذرت درست 21 ساله و آدرس هم هرات افغانستان. درست است انشالله. بله بله درست. مثلا فرزن اگر اشتباه نکنم اسپلشه رحیمی. بانو شکریه رحیمی. بانو شکریه رحیمی 30 ساله هنوز. استاد 20 ساله و کردی. درست. مقصد فرضی است. درست است دوستا. خب ایرم یک تاریخ مندازیم هرات اگر اشتباه نکنم افغانستان. درست است. دیگه دوستایی که هستن رضایی
درست است. 22 یک تاریخ که قبل از ما آمده باشه. اینا همچنین این رو فرض نشته میکنم. کابل. درست. و دیگه دوستا کسایی که دستن سهم میگیرن اسمشان یادم میمونه. احمدی 23 خب بینام جابل شد. کابل درست است. خب امی 5 نفر بس است دیگه کسی. خب بس است. درست. خب دوستا اینجا یک تیبل ما اضافه کردیم از چی؟ از کستومر خود. درست است. یک تیبل ما اضافه شد از کستومر. در پایین از این هر چقدر اسم و چیز که ما بخوایم چی میکنیم؟ انداخته میتونیم. این حال یک تیبل دیگه هم تیزی که جور میکنیم به خاطر چیز، به خاطر آردرها و اردی از این ریلیشنشان رو چی میکنیم؟ امرای یکی دیگر ریلیشنشان رو جور میکنیم. درست است. خب اینجا میگیم که یک میریم در کرییت، میگیم یک تیبل دیگه برای ما بساز. درست است. در اینجا چیزی که مثلا میگیم که order ID سیز دیگه ایره شورت تکست میزنیم. چی؟ ایره میگیم که کستومر آیدی و مرزی دیگه مثلا میزنیم شورت تکست. درست است. در شورت تکست اینجا نشته میکنیم که آردر، یعنی چی آردر دادن رو نشته میکنیم. درست. در نمبر نشته میکنیم که مثلا پرایس سیز قیمتش، قیمت از این چیزا که دادن و در آخر یک چیز دیگه هم اندازیم، مثلا پرایس انداختیم، آردر انداختیم دیگه در یک آردر دیگه چی ضرورت است. خب قیمت چیز شد. توتال استاد. توتال اماونت. درست. تشکر. توتال اماونت هم انداختیم. درست است. دیگه اینی چیزایی که بود انداختیم انشالله اگه اشتباه نکنم. خب یک دفعه میایم دیتا تایپ از خب یک نام میتیم آردر آیدی. درست است. آردر آیدی را جور کردیم. چی شد؟ ایرام اوتو نمبر خواه ایره اوتو نمبر عموما چی میکنیم؟ خیلی را با فعلا نمبر میگیریم. میره باز لینک میتیم از امرای و تیبل دیگه خود دیگه در از پرایسز توتال اماونت از توتال اماونت هم چی میشه؟ هم نمبر میشه. خب سیز دوباره میایم در بخش دیتا شیت بیو، میگیم که بعد ایره ثبت کد دیتا شیت بیو ما ایره توتال اماونت چی میکنیم؟ آردر چیزی کاردر خو اینجا یک چیزی که هم یادم اومد. این قسمت ما شما میتونیم مثلا یک انسرت کنیم یک فیلد دیگر هم آردر دادن قیمتش چند است. درست است. و در اینجا میگیم که توتال آردر، یعنی مجموعه آردر که دادن سیز فرضاً چند دانه آردر دادن مجموعه سیز ایرام توتال اماونت شد. درست. خب در توتال اماونت چی میگیم؟ یک توتال آردر ایرام نمبر میشه. درست است. وارد شید میگیم بله سیف شد در توتال آردر. خب اینجا میایم برای از این میگیم که چیکو
ایره از روی چی برای ما جور کن equals total amount is equal to price ضرب total order. درست است؟ ای از سیز یک دانه را مثلا کسورای دیره میزنیم یک آردر که دادن چی بود فرزن کیک دوتا توتال آردر 5 دانه سیز خود زیر چی نکرد calculated field any number اینی صفحه که باز شد دوستا. از این طریق شما چی میکنین در اینجا مندازین مثلا پرایس مندازین سیز دبل تپ میکنین دیگه پرایس مندازین ضرب توتال آردر میکنین. درست است؟ توتال آردر پرایس ضرب توتال آردر میکنین مساوی به پیشتر که چیز خواندیم نیم در دیتا تایپ کلکولیتد. درست است؟ از این طریقی جور میشه. دو دانه دیگه سیز اینه اتومات خودش چکه توتال اماونت از اینجا دلیت فیلد میکنیم میگیم یس ایره چی میگیم توتال اماونت. درست؟ این خودش اتومات چی میکنه برای ما ضرب میکنه یا محاسبه میکنه. مثلا میگیم کستومر دوم چی میخوره کستومر دوم فرزن جوس میخوره. درست است؟ جوس میخوره فی دانه جوس ما فرزن اگر 10 افغانی باشه و ای چند دانه آردر میکنه 5 دانه چقدر میشه 50 روپه. سیز مثل از اینمین کستومر سیومی ما سیز کستومر سیومی ما فقط اینجا ما چی را انداختیم مکمل دیتیل کستومر را ننداختیم سیز در آردرش فقط در تیبل آردر آیدی در اینجا کستومر آیدی چی میشه کسی میتونه جواب بده در این قسمت کستومر آیدی در تیبل آردر آیدی ما چی حساب میشه. ما تا وقتی چیزای دیگر رو نشته میکنم. دوستا کلتان صنف لیف کردین چطور؟ استاد سوال شما چه هستم بود؟ سوال ما ای بود در تیبل آردر آیدی در تیبل ما اینجا کستومر آیدی چی است؟ استاد کلید خارجی میگفتیم داریم نه؟ دقیقاً. اسم شما چی است؟ شکریه. درست بانو شکریه رحیمی. دقیقاً در این قسمت چی میشه؟ کستومر آیدی در تیبل آردر آیدی ما فارین کی میشه یا کلید خارجی میشه که نمایندگی چی میکنه؟ نمایندگی از یک تیبل دیگه میکنه. خب در اینجا فرزن یک 6 دانه آردر میته 120. خب درست است به مقصه است. این حال دوستا ما و شما چی کار میکنیم؟ این تیبل های خود بند میکنیم میایم در دیتابیس تول. در دیتابیس تول بر ما چی را نشان میده؟ در دیتابیس تول ما شما ریلیشنشیپ جور کرده میتونیم. درست است که ریلیشنشیپ در اینجا تمام تیبل هایی که ما شما داشته باشیم تمام از رو میاره. بر علاوه بعداً در درس های بعدی که لینک و کیوری و چیزای دیگر رو میخوانیم اونا رو توسط از اینمی ریلیشن های از اینا رو جور کرده میتونیم. خب در این قسمت ما میگیم یک تیبل کستومر داشتیم. درست است و یکی هم تیبل آردر. تیبل کستومر و تیبل آردر این اردویشه اینجا
میاریم و ایره چی میکنیم؟ میخوایم لینک بتیم امروز یکی دیگه، یعنی وصل شوند. در اینجا ما پرایمری کی داریم و میگیم که کاستومر آیدی که در اینجا است و در آردر آیدی ما باعث فارین کی استفاده شده، ایره چی شده؟ لینک شود. درست است. وقتی که اقسام کردین این بر شما یک تیبل دیگه واز میشه که در اینجا میگه که امی کاستومر آیدی ما مساوی است یا یکسان است همراه با چی؟ کاستومر آیدی که در آردر آیدی است، در تیبل آردر ماست. درست؟ و اسم تیبل بخی اشتباه موندیم، آردر آیدی موندیم، او را جور میکنیم. درست است. ایره چی میگیم؟ ایره کرییت میگیم. ای چی شد؟ ای اردی از اینا لینک شد. درست؟ ای ریلیشن بین از این دانه تکمیل شد. ای ریلیشن چی است فعلا؟ کسی گفته میتونن دوستای کدام ریلیشن است بین از این دانه؟ بدون بانو شکریه رحیمی. ای بونس هاست مقصد. یک به یک استاد. دقیقا اسم شما؟ رضا استاد. درست آقای رضا رضایی. درست است. چی شد؟ یک ریلیشن ما ساختیم بین از این دو دانه تیبل. سیز توسط از ما چی کار میکنیم؟ انشالله بعد از اینمی دیتابیس خدا بالای از این کار کردن میریم. درست است. دیگه دیتابیس جور کردن با زیاد وقت میگیره. اینمی را پیش خود سیف کردن میریم و دوباره سر از اینمی در درسای بعدی کار میکنیم. اینا فقط یک موضوع دیگر هم کمی کار میکنیم. باز انشالله با امشب بس است. سیز این ریلیشن از اینا فعلا جور شد. سیز اینا ریلیشن و چیزا ما سیف کردیم. در اینجا فقط ما یک نیم از زیر آردر تیبل میسازیم. درست است. آردر تیبل شد. دیگه از این طرف ما میتونیم چی کنیم؟ همین تیبل های خود دوباره بیاریم. مشکل نداره اگه بسام شد. اینا به خاطر نمایش دادن از این ما به چی نیاز داریم؟ نمایش توسط چی در اکسس ما نشان میدادیم؟ شما دوستا کسی میتونه گفتن؟ یعنی من اینجا از چی استفاده کنم؟ از کیوری استفاده کنم؟ از فارم استفاده کنم؟ از ریپورت؟ از چی؟ استاد سوال شما چی بود؟ سوال ما ای است که فعلا ما میخوایم امی تیبل های خود نمایش بتم یا دیتایی که در داخل تیبل دارم ما میخوایم میرن نمایش بتم. از چی استفاده کنم؟ ما کیوری بسازم، ما فارم بسازم، ریپورت بسازم، چی بسازم؟ یعنی عموما ما 4 بخش داشتیم در داخل اکسس. درست است که یکی تیبل بود، یکی فارم بود، یکی کیوری بود، یکی هم ریپورت بود. حالا فعلا ما میخوایم میرن نمایش بتم. از چی استفاده کنم؟ استاد اگر اشتباه نکنم ریپورت میشه دیگه. ریپورت میشه، اما ریپورت در صورتی که ما شما چی بخوایم؟ از او یک سند بخوایم. ریپورت یعنی یک راپور بخوایم. خب خیر، بر صورت ما اینجا از نام شما چی بود؟ سهیل بود استاد. سهیل جان. درست است. ما از چی استفاده میکنیم؟ در این قسمت از فارم استفاده میکنیم. دوستان اینجا فارم انواع و اقسام مختلف داره، یعنی برای ما شما زیاد تو ساحر کلان مونده از هر چیز استفاده کنیم. فارم ویزارد است. درست است. فارم خالی داریم دیگه. فارم دیزاین یعنی جور کردن میتونیم و خود فارم است. عموما از چی استفاده میکنیم؟ از این فارم استفاده میکنیم. باز انواع دیگه شم با سرسا دیگه تیبلای ما کار کردن میریم. خب در این قسمت این فارم به این شکل بر ما نمایش دادن میشه. سیز در بالا چی است؟ در بالا ما دیتایی که ما داخل از این تیبل داشتیم او را بر ما میاره و او را چی؟ فی یعنی همون یک رو را یا یک ریکارد بر ما میاره. درست است. در یک فارم در یک تیبل هم یک ریکارد بر ما شما نشان میده. در بالا معلومات خود ازی و در پایین امرای چیزی که ای چی است؟ لینک است. ما شما چی کردیم؟ اونجا ریلیشن شو جور کردیم. نه اگر فراموش نکنین ریلیشن ما شما جور کردیم و در قسمت در پایین برای ما شما میاره که چی است؟ اینمی کاستومر آیدی اول محمد عرفان، اینی تاریخ، اینی سن
و اینی آدرس ای چی داره؟ ای به این شکل یک آردر داره. ما که تیبل ما را همراه هر تیبل های دیگه که همراه هر جدول دیگه که لینک کنیم یا ریلیشنش بسازیم در اینجا برای ما کلش لیست میکنه. خب در اینجا یک کار دیگه هم کردن میتونیم. درست است در این بالا در فرم لیاوت دیزاین برای ما شما بسیار یعنی سهولت های زیاد است که به هر شکل میتونیم دیزاین کنیم امی چی خدا فرم خدا. حتی میتونیم چی پرتیم؟ حتی میتونیم لوگو پرتیم. درست است؟ خب در این قسمت ما شما میتونیم از لوگو استفاده کنیم. ما یک لوگو از فرزن اینجا یک لوگو داشتم از پهنتون خود ما. درست است دیگه. لوگو و چیز انداخته میتونیم، یعنی کدام ممانعت خاص بر ما چی نشده. حتی در بغل که پیشترم بر شما نشان دادم در تیبل وقتی که جور میکردین دیزاین ویو، در دیزاین ویو شما هر کدام از زیر چی میکنین؟ چینج و چی یعنی دسکاری کده میتونین، خورد میتونین جور کده، کلان میتونین جور کده، این طرف ببرین اون طرف ببرین، یعنی کل چیزای ازی امکان داره. درست است دیگه. خب موضوع ایره چی کنین؟ این دیزاین هایش هست. مثلا در اینجا هیچ قسم بر شما فعلا میره دیزاین کنم. حتی میتونین دی بطن یا امو تکمه و چیزا رو اضافه کنین. درست؟ تکمه و چیزا رو شما اضافه کده میتونین که در چی شد؟ دی قسمت مثلا سلکت است دیگه، تکست باکس است، بطن است. ما یک دانه بطن در کجا میخوایم رسم کنم؟ یک دانه بطن میخوایم در ایجه صفحه خود رسم کنم. درست است که این چی کنم؟ این برای ما این بطن ما چی کار بده؟ بطن ما میگم که مثلا به ریکارد بعدی بره. go to next record. درست؟ go to next record text picture مشکل نداره. finish. بیا داخل بیا. خب این به این شکل با زیر شما خودتان چی کنین؟ میتونین که کستومایز کنین. درست است؟ من ایره سیف کنم که از پیشم ایره میخوایم سیف کنیم. ایره به اسم کستومر فارم. درست؟ خب برای امشب ما چی یاد گرفتیم دوستا؟ تمامش خلاصه کنم. اول دیتا تایپ ها را تمامش یاد گرفتیم. یک موضوع دوم ساختن تیبل. دیگه وقتی که از شما خواسته شد در برنامه MS Access برای ما جدول بسازین، برای شما باید مشکل نباشه. صحیح است؟ اگر مشکل است تا روز جمعه سوال و هر گفتنی یا پرسش باشه میتونین پرسان کنین. بعد از روز جمعه ما که کارخانگی را براتون انداختم، انشالله روز یک شنبه باید تمامتون رو اجرا کنین. صحیح است انشالله. خب دیتا تایپ ها را فهمیدین تمام انواع مختلف شه و کاربردهایش. صحیح است. در پولی از اون ساختن جدول یاد گرفتیم. سوم لینک دادن نشانه ریلیشنشیپ
ساختن بینشانه ایره یاد گرفتیم. درست است. خب حالا تیبلای ما کم است، تا تیبلا زیاد شوه، ریلیشنشیپ های ما زیاد شده میره، مغلق شده میره دیگه. انشالله باز اونا رو هم کار کرده میریم. سیست و در پولی از او ساختن یک فرم ساده که چی کنه امو دیتای ما رو نشان بده. سیست یک فرم ساده رو ما چی کردیم یاد گرفتیم. درست است. ای بطن ما ای ما شما تگمه را که شاندیم ای بسیار با درستی کار میده. مثلا فعلا اینجا کستومر دوم است. درست است. وقتی که ما را میزنیم چی میکنه کستومر سوم میاره یا معلوماتی که امی مشتری سوم ما را میاره. سیست و مثل از این خیلی چیزای دیگه از شما یک دفعه باز کنین ببینین ریسرچ کنین یگان بطنا پرت نصب پیشتون پروژه تان خراب شد دوباره دلیتش کنین دوباره اثر بسازین. سیست دیگه تو خودتان کمی کنجکاوی کنین ببینین که چی چیز نو است چی چیز شاید یگان بطنای باشه یا یگان چیزای باشه که در اینجا ما بیخیش کار نکرده باشم. سعی سور از ما پرسان کنین دیگه. اما تو انشالله اردوی ما کار میکنیم و اینی موضوعات ما شما کار کردیم امشب. صحیح است. انشالله تیبل ساختن فهمیدیم، ریلیشنشیپ فهمیدیم و دیتا تایپ ها رو مکمل فهمیدیم دیگه، فرم ساختن فهمیدیم. صحیح. در برنامه بعدی یا در جلسه بعدی انشالله ما یک چند تیبل دیگه هم میسازیم بر علاوه از این بالای از این. صحیح. و در پولی از او از چیزهای دیگه هم استفاده میکنیم. مثلا در اینجا فارم ویزارد داریم. صحیح. کار از این چی است؟ این چی کار میکنه؟ ما یعنی برای ما شما اکسس چرا 4 دانه اینجا آپشن داده که شما بخاطر ساختن یک فرم میتونین از این 4 آپشن استفاده کنین. صحیح. یعنی این 4 آپشن هر کدام از این چی خصوصیات داره. مثل از اینمی دیگه تیبل ما کدام جای دیگه که مونده باشه ما دوباره ایره چک میکنم کدام موضوعاتی که از پیش ما مونده باشه او را دوباره شما یادآوری کنین و ما ان شاء الله در جلسه بعدی کار میکنیم دیگه. در پولی از او بخیر ان شاء الله در جلسه بعدی ما شما کیوری رو هم خواد خوندیم. درست است که کیوری چی کار میکنه و چی نمیکنه دیگه. به این شکل پیش میریم. خب جلسه بعدی خود فرم هم یک ذره درسش ثقیل تر است که فرم دیزاین کنیم، یک چند دانه فرم جور کنیم و شکل بسیار خوبش و افیشال. درست است دیگه. اینی موضوعات چی میکنیم در جلسه بعدی ما شما کار میکنیم انشالله. و جلسه امشب ما در رابطه با برنامه مسکسس هم قدر بود.